با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. سفارت امریکا در دوشنبه شهروندان خود را از احتمال عملهای تروریستی آگاه نمود. در 9 ماه 9 عدد فاحشه‌خانه در پایتخت تاجیکستان آشکار و بسته شد. در مفلس شوی بانک ها کی مقصر است؟ خودی بانک ها، بانک ملی یا بحران؟ فتنه نوی کمیته دولتی امنیت ملی علیه نهضتی ها. سفارت امریکا در تاجیکستان در تورنمای خود دیروز 9 نوامبر ضمن نشر یک خطابه شهروندان مقیم خود را هشدار داده است که در شهر و نواحی تاجیکستان احتمالی به وقوع آمدن حمله های تروریستی وجود دارد. سفارت از شهروندان امریکا خواسته است که از نقلیات جمعیتی استفاده نکنند و از رفت و آمد در جایهای سیر و دم پرهیز نمایند. سفارت این کشور در دوشنبه همچنین هشدار داده است که از منطقه های مرزی دورتر باشند و شبها را دورتر از محل زیست آدمان گذرانیده از سیر و گشت در شبانگاه دست بکشند. گفته می شود این خطابه سفارت امریکا در تاجیکستان در حال به نشر رسیده است. حضور طالبان و دیگر سازمان‌های افراطگرا در این منطقه افزایش یافته است. تجمع نیروهای جنگجو در مرز تاجیکستان نیز مشاهده می گردد و عبور جنگیان خارجی به سمت تاجیکستان و ازبکستان از احتمال دور نیست. اما عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رسانه‌های محلی گفته است امنیت شهروندان داخلی و خارجی در کشور تحت نظارت است و مقامات حفظ حقوق همیشه در حالت آماده باش هستند. از ریاست مرزبانی تاجیکستان نیز اطلاع دادند که وضع در مرز فعلا آرام بوده تحت نظارت جدی قرار دارد. در شهر دوشنبه در 9 ماه آخر سال روان 9 نقطه تنفروشی آشکار و از فعالیتشان جلوگیری کرده شده است. کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان در همکاری با مقامات امور داخله در محل‌های بود و باش آدمان ریدها انجام داده حضور خانه‌های تنفروشی را آشکار نموده‌اند. یک مسئول کمیته کار با زنان و عائله میگوید برخی مکان‌های تشویق تنفروشی یا خوشگذرانی که خلاف ارزش‌های اخلاق دینی و ملی ماست از طرف برخی کارمندان مقامات و شخصان منصبدار بلندپایه کریشه دارند. مسئول کمیته افزوده است برای ترغیب اخلاق حمیده بین دختران و زنان برنامه‌های جالب را روی دست دارند و همه روزه ترغیب می‌نمایند که دختران به این عمل نامطلوب دست نزنند و آبروی ملت را نریزانند. اما تاکید می شود که برای پیش راه تنفروشی را گرفتن اخلاق مردان را باید بازنگری کرد که بیشتر فسق و فجور از جانب آنها سر می‌زند. کارشناسان میگویند در پایتخت تاجیکستان خانه‌های تنفروشی رواج کرده است و این به سست گشتن تربیت دینی بین مردان و زنان و دور ماندن جوانان از مسجدها بستگی دارند. همچنین اشاره می شود که نقطه‌های تنفروشی از جانب کارمندان اداره‌های قدرتی سرپرستی می شوند چون این عمل در جهان امروز یکی از تجارت‌های سردرآمد محسوب می‌یابد. بانک ملی تاجیکستان وضع بحرانی بانک ها به خصوص دو بانک بزرگ اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را عیب خود این بانک ها خوانده است. بانک ملی ادعا کرده است محض فعالیت ضررآور داخلی خود بانک ها سبب اساسی حالتی قرار داشته ارزیابی می‌گردد. اما کارشناسان نظری دیگر دارند و میگویند که بیشتر خود بانک ملی مقصر است. اقتصادشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان میگوید گناهکار کردن بانک ها در وضعی به وجود آمده بار کردن عیب خود به دیگران و پوشیدن عیب خود از طرف بانک ملی است. اینجا عیب تنظیم کننده است که از عهده کارش نبرآمده است. اگر چنانه که بانک ملی ادعا میکند عیب بانک ها باشد پس چرا بانک ملی که تنظیمگر است پیشکی بانک ها را آگاه نکرد؟ به نظر من این وابسته به فعالیت رگولاتور یعنی بانک ملی تاجیکستان مثلا گردن تاجیک صادرات بانک از بانک اینا بار کردن این یعنی پوشیدن عیب خودشون است. اصلا گیریم در مفلس شدن یا مثلا چی ناتوان شدن بانک ها خودی بانک ها نه بلکه
اما بانک ملی گناهگاره که رگولیت را چرا مثلا قبلا اگر که عیب اونا باشید اونا را مثلا نگفتن که شما خودتون نادرست است، ولی این عیب بانک ها نیست. این عیب همین بود که وقتی که مثلا بانک ملی قرار کرد که فروش ارز خارجی را بگیرن از دست مردم، یعنی که بازارش محکم کردن، این همین به همین آورده رسون که در بعد مردم یک تعلقه پیدا شد، یک دارن که مثلا تمام فعالیت های بانکی ما به همون پول مهاجرا وابستگی داشت که اونا می آوردن از روسیه به هر نحوه که بود اینجا مثلا عوض میشد و خرید و فروش میشد. وقتی که فعالیت بستن اون دلاری که در دست مردم بودن اونا دیگه در خونه‌شون موندن، اونا نبروردن با فروش، چرا که با بانک‌های تاجیکستان دیگه اعتماد ندارن. انا از این سبب همین بحران سر زد. روبرو شدن بانک‌ها با این مشکلات به خاطر اینکه اونجا آدمی با سواد کاری بانک میفهمدگی نمونده و اونا نمیتونن عموما کارا پیش بردن. به این سبب است که بانک‌ها رو به مفلس شوی نیازن. اما عبدالمنان شیرالیف تحلیلگری دیگر میگوید در این وضع نمیشود تنها یک طرف یا عامل را گناهکار کرد. خب در این وضع نمیشود تنها یک طرف یا یک عامل رو گناهکار کرد. تاثیر بحران بیشتر از همه بانک‌ها رو فلج کرد، اما از طرف دیگر از بانک‌ها دیده خود بانک ملی گناهکارتر است، چون که زمانی که باید به بانک‌ها امکانات بیشتر داده میشد، این نهاد یعنی بانک ملی فعالیت آنها رو محدودتر کرد. هنوز در اولهای سال 2014 معلوم شده بود که بحران در روسیه آغاز شده است و بانک ملی تاجیکستان باید این را پیش بینی میکرد که بحران روسیه به تاجیکستان مخصوص بانک‌های اون تاثیر خواهد کرد و در این سمت چاره میاندیشید، چون که پیش بینی کردن چاره اندیشیدن از وظیفه اساسی این نهاد است. خب پیش بینی کردن نتوانستند، اما زمانی که بحران در تاجیکستان هم آغاز شد، یعنی سال آخر 2014 اول 2015، بانک ملی هنوز هم امکانی اندیشیدن چاره برای تا این حد خراب نشدن وضع بانک‌ها را داشت، اما به جای آنکه به بانک‌ها کمک کنند و امکانات آنها را بیشتر کنند، برعکس دایره فعالیت آنها را تنگتر کردند. در مسئله چاره اندیشی، خب این چاره اندیشی آنها درست مثل این که مثلا با وجود پیدا شدن تمام نشانه‌ها از بیماری پیشگیری کردن نشود، یعنی یک نفر بیمار است نشانه‌هاش پیدا شده پیشگیری کردن نشود، بعد آغاز بیماری هم دفعتاً معالجه شروع نشود و اما زمانی که بیماری به اوج خود رسید و مرگ تهدید کرد بعد در پی چاره اندیشی شوند. یعنی این همین مانند از این کاری که امروز بانک ملی کردنی است. در اینجا دو وریانت است، یا بیمار میمیرد یا اینکه قسما صحت میشود، اما اینکه کاملا صحت شود اصلا حرف نیست در این. بانک ملی ادعا کرده است در دایره صلاحیت خود برای برطرف کردن کمبودی‌های نظام بانکی، به راه ماندن فعالیت ثمرناک نظام بانکی، تأمین شفافیت فعالیت بانکی و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی‌های بانکی در همکاری با تشکیلات‌های قرضی، تشکیلات‌های مالیوی بین الخلقی و ساختارهای دخلدار حکومتی چاره‌های دخلدار اندیشیده ایستاده است. اما آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. طول ماه است که بانک‌های تاجیکستان توانی بازپرداخت پول‌های نقدی مشتریان را ندارند و بانک ملی را میباید به جای به سر دیگران بار کردن این کمبودی پیش از همه چاره این همه را همچون تنظیمگری نظام بانکی در تاجیکستان میاندیشید. با گذشت بیش از یک سال از خارجشوی مجبوری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رقیب اصلی حکومت از صحنه سیاست تاجیکستان، مقامات عالی کشور هنوز نه تنها از مبارزه بلکه از دسیسه‌بازی‌های بچگانه اش علیه این حزب دست نکشیده اند. با وجود آنکه تهمت‌های بی‌پایانشان با استفاده وسایل اخبار عامه دولتی و حتی در سطح مقامات بلندپایه دولتی علیه این حزب فشار و تعقیب و کشتار و حبس پیروان آن، منع فعالیتش در کشور و اعلان تروریستی بودن آن هیچ نتیجه نداده، برعکس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قوی‌تر و جهانی کرد، هنوز درس از خطاهای خود نبرداشته‌اند. کمیته دولتی امنیت ملی اصول نوی مبارزه با نهضتی ها را پیش گرفته است که از اصولهای قبلیش تفاوت کلان ندارد. این نهاد کوشش دارد خانواده های محبوسین و مهاجرین نهضتی را با هم بشوراند. شرح مفصل این خبر را از سامانه پیامنت بخوانید. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان.
شرکت دولتی فروش نفت عربستان سعودی سعودی آرامکو صادرات محصولات نفتی به مصر را تا زمان نامعین قطع کرده است. ریاض رسما سبب قطع فروش نفت را شرح نداده است، ولی مناسبات این دو کشور در نتیجه بحران مصر بد شده اند. در نتیجه مصر مجبور شده است نفت را با نرخ گرانتر از بازار بخرد. در همین حال BBC خبر می‌دهد که وزیر نفت مصر طارق الملا یک سفر غیر انتظار به ایران انجام داده است. این سفرش وزیر نفت مصر نیت دارد عاید صادرات نفت و محصولات نفتی ایران به مصر با مقامات این کشور گفتگو کند. سازشنامه بین عربستان و مصر صادرات ماهانه 700,000 تن محصولات نفتی را برای 5 سال در نظر گرفته بود. ارزش این سازشنامه 23 میلیارد دلار رقم زده میشد. بارش برف پی در پی زیاد که از شب چهارشنبه در مسکو وارد ایستاده است، سبب لغو بیش از 100 پرواز خط‌سیرهای هواپیمایی، تأخیر چندین پرواز دیگری خارجی و داخلی و ایجاد خلل در کار فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران شده است. در فرودگاه‌های شیرمیتوو، دمدیدوو و ونوکوو تا رفت لغو پروازها افزوده خط‌سیرهای متوقف شده بیش از پیش زیاد شده ایستاده است. مرکز آب و هوا سنجی روسیه به رسانه‌های روسی گفته است که احتمال ادامه بارش برف زیاد تا فردا روز جمعه نیز به قید گرفته شده است. در اجلاس 85 مجمع عمومی سازمان پلیس بین المللی اینترپول که در اندونزی جریان دارد، هیئت نو کمیته اجراییه و شخصان والا مقام سازمان انتخاب شدند. معاون وزیر امنیت جمعیتی چین من خونوی پرزیدنت نوی سازمان بین المللی پلیس جنایی انتخاب شد. بار نخست در تاریخ سازمان نماینده روسیه سردار دفتر ملی اینترپول در روسیه الکساندر پراکوپچوک نائب پرزیدنت این سازمان با نفوذ انتخاب گردید. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصلی خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و ویدیو و گزارش‌های ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا داریم. تا بخش‌های نوبتی خیر، خدا حافظ.